من استقامت کننده شهر خوجند قادرقلو ورانو حاجیونه. مسئله یورو بزرگمیر ادوکات کردی. یک روز اینترنت میکشایم که بزرگمیر یورو از طرفی اروپا شو جایزه و چی داده شده است. اون کس فریبگر سال 2010 یا که 2009 تقریبا موی پیشنهاد کردند که що همی ادوکاتی بسیار هم نامدار همه کارهای میکنند. ما یک مسئله دادرم کردی و یک کسی نزدشان رفتیم پیشنهاد کردگی آدم گرفته رفتند. بعد ما همین مسئله همه مسئله ها یورف کردیم مسئله کردیم که هم خیلی و یک کس گفتن که همین قدر مبلغ می استاد من دکومنتاسیه همش توری کده می برویم مقامات دولتی به ما خیلی باور کردیم через квитанция همه مبلغ رو از اروپا فرستادیم. همین جبه سال 2012 و 15,000 دلار ما دستکی همین کوچه سردریو گاستینیسی آرمان به روات دادیم و کس بودن که موندگی مبلغ رو پیشنهاد کنید و موضوع خوجند با اومدگی دادیم. همین کدی امروز پگه می بیاین پدرم 85 به 87 به برامدگی اون کسی من پسری شموی حق و حلال برآورده میتیم اومدن راست و دروغ گپای فریب کده من تو همین چاقه ما پولومای گرفته نمیتونیم. مویم وای پولوی قسمان نیمی خونه فروختگی قسمان قرض گرفتگی تو حالا پرسین میتی مویم آدمو سخون داشتن پولومای تیر گفته وای کس در محبس اروپا وای کس به 60,000 یورو شو جایزه این چخیر و تمامی خلقی تاجیک فریب کند. ما چند کس سود به اشتراک کردیم ما تکلیف کردن در اونجا جبریده ها کمپیروی بیچاره ماشینشون فروخته دادگی چند کس 15 کس میدونم که ما سود به اشتراک کرده بودیم. برای همون این خیلی کاروی دیده برو مقامات دولتی کجا و نگاه میکنن ما هم جبریده قرض گرفتگی از آدمو گپ شنو بو می نویسن ما هم قرض گرفتگی 10 سال اسیم پرسنت میتیم آدمو برای همون نمیدونم کجا به نگاه میکنن اروپا باشدن و حق و حقوق ندارن اول پولهای مردم برگردوندتیان. من همینه میخواهم که همه ای که جبریده ها بینن بروین گپ زنن یک کس نی همه حاضر بسیار جبریده ها در دوشنبه در خوجند اسپره کنی بادام دوایتی هم مو میستی یک علاج کردن در کار که مبلغ ما برگردوندتیان باید مقامات ها به این به ما یاردم رساند. لیکن این آدمی درست نیست که وای محبس بشیند تو وای به پولی دولت یعنی خلق خورد همین قدر تاجیکستان به ضرر رساند با وای کسب از دیگه دولت ها پولی کلان بسیار تیا